امیدوارم حالتون مثل همیشه عالی باشه. با یه ولاگ دیگه کنار شما عزیزان هستیم. امیدوارم که هر کجای دنیا هستین حال دلتون عالی، لبتون خندون، تنتون سالم، جیبتون پر پول کنار عزیزانتون باشید. امروزم یه مهمونی دعوتم برای تولد. گفتم که پاشم کارهای خونه رو زود انجام بدم، یه نهار بذارم، بعد اگه شد ایشالله که بتونم از اونجا براتون ولاگ بگیرم. امروز بهرام گفته برام باقلا پلو بذار با مرغ. گفتم که بریم که این ولاگم کنار شما عزیزان بگیرم. خب من چون 2 نفریم 3 تیکه گوش گذاشتم، پیاز و فلفل دلمه‌ای و کرفس رو ریختم. خب همینطور که میبینین مرغامم نیم پز شده، کاملا آب انداخته. الان میخوام بردارم اینا رو سرخشون کنم. خب الان میخوام باقلیا رو بریزم. سرخ بشه. بهش بریزم. اینم از اینا برم که بقیه کارامو انجام بدم. خب برای ته‌دیگ برنجمون یه کمی فلفل قرمز و زردچوبه و کنجد ریختم. تهچین سیب زمینی تند باشه خوشمزه میشه، حتما امتحان کنید، خیلی خوشمزه میشه. از برنجمون میبریم بذاریم رو گاز دم بکشه. خب حالا نوبت ایناست که من بردارم. کاملا سرخ شدن همینطور که می‌بینید. با یه دست نمیشه هم آشپزی کرد هم فیلم گرفت، خیلی سخته. خب سبزیم آبکش کنم. بعد چندین بار دیگه مرحله آخرشه که من این سبزی رو بردارم.
این سبزی خوشمزه. من یه دونه پیاز کوچیکم اینجا نگینی سرخ کردم که بریزم تو سس مرغا خوشمزه تر بشه و همون روغنی که مرغا رو سرخ کردم. الان نوبت سسه که بریزم با این یه دور بجوشه بریزم تو مرغا. رک ریختم، یه کمی زعفران با آب لیمو و نمک. مرغا رو گذاشتم تو ظرف قبلی. الان میخوام سسشو بریزم. بازم زیرشو کم کنم بذارم. تا غذاها آماده بشه یه چایی بخورم. یه کمی استراحت کنم تا بهرام بیاد ناهارشو بدم برم آماده بشم واسه تولد. نسبتاً کارامو تموم کردم، ناهارم آماده است. بعد گفتم یه کمی بشینم استراحت کنم تا بهرام بیاد ناهارشو بدم. جای همتون خالی. واقعا جای بچه هامونم که خالی. امروز از وقتی رفتی من همه کارا رو انجام دادم. خب نوبتی هم که باشه نوبت این خوشمزه هاست. حالا بیا اینجا. به به. این واسه دوتامون کافیه. جای همتون خالی. به چه عطری داره غذا. عالیه. مخصوصا به من میچسبه الان چه گرسنه‌ام هستش. گرسنه‌ای؟ بد شده. نوش جونت. بریم ناهارمون رو بخوریم بعد بریم آماده بشیم. کجا؟ تولد داریم، اونم چه تولدی. چطوره مزهش؟ خوشمزه است؟ عالی خیلی. مرسی دستت درد نکنه. نوش جونت. مرسی. فرمایید. واقعا خوشمزه شده. دود میخورم. خب عزیزای دلم من آماده شدم بریم که ایشالله یه روز خوب عالی کنار شما عزیزان داشته باشیم. خب تالار نزدیکی محله ماست، خیلی هم دور نیست.
همین یکم دیر کردیم. بابا بهرام هم کار داره، چقدرم جدی نشسته. خب عزیزان ایلشی راسته تا حضور جدا همه ایلشی خب عزیزای دلم، من از تولد برگشتم، یه روز پر از شادی، پر از انرژی عالی. امیدوارم که هر کجای دنیا هستین حالتون عالی باشه، تنتون سالم باشه. مرسی که کانال ما حمایت میکنین، مرسی از کامنت های عالیتون. خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشین.